یه چند لحظه، چند ثانیه به این فکر کنین که چه چیزی داره زندگی شما رو کنترل میکنه. آیا پول داره این کارو میکنه؟ یعنی ما اگه پول داشته باشیم یا نداشته باشیم فرقی داره؟ بیایم چند تا مورد رو با هم بررسی کنیم. فکر کن مثلا تولد یکی از عزیزانت هستش، میخوای یه کادو براش بخری. خب اول چیکار میکنی؟ میری جیبتو نگاه میکنی دیگه، میگی آقا من الان توی این فرصت توی این ماه اینقدر پول دارم و اینقدر میتونم بابت اون کسی که دوستش دارم و اون کسی که برام عزیزه اینقدر هزینه کنم. تولد مثلا مادر، خواهر، برادر، همه اینا در نظر بگیریم. تولد یکی از اینهاست، شما میخوای بابتش هزینه، بابت تولدش یک کادوی ارزشمندی بهش بدی. اولین چیزی که نگاه میکنی چیه؟ حساب بانکیت که چقدر پول توشه. یکی از دوستان میاد بهت یک پیشنهاد میگه آقا بیا آخر هفته مثلا 2-3 روز بریم مسافرت توی فلان حالا منطقه، اصلا داخل ایران. چی کار میکنی؟ حسابتو نگاه میکنی ببینی پول داری یا نه. یک وسیله رو میخوای بخری، از یه چیزی، از یک لباسی خوشت میاد. این لباسی دیدی خیلی رنگش، طرحش به دلت نشسته و میخوای تهیهش کنی. کجا رو نگاه میکنی اول؟ حساب بانکیت. پس دقیقاً پول زندگی شما رو داره کنترل میکنه. پس وقتی که میگیم آقا زندگی شما باید از تحت کنترل پول در بیاد، یعنی اینی که اینقدر داشته باشی که هر چیزی که میخوای بتونی راحت تهیه کنی. البته که اینم نسبیه. حالا شما نمیتونی مثلا یه دفعه بری یه جزیره رو ببینی بگی آقا اون جزیره رو من الان میخوام بخرم. چرا؟ خب اونم میسر، خیلی هستن که اون جزیره میخرن، هواپیمای شخصی میخرن، جت شخصی میخرن دیگه. نمونه هاشو دیدین دیگه، لازم نیست که من بگم. اما حد اقل های زندگی رو هم شما اگه پول نداشته باشی از دست میدی. پس باید یک کاری بکنی توی زندگیت که از کنترل پول خارج بشی. تو باشی که زندگیت رو کنترل کنی، نه پول. حالا خود دانی میتونی بیای و از دوره‌های اساتید مختلف استفاده کنی، کتاب بخونی، مطالعه کنی، آزمون و خطا کنی تا بیشتر درآمد داشته باشی. درآمد بتونه زندگی تو رو پیش ببره، به نحو احسن پیش ببره. میتونی هم نه بگی آقا همین چیزی که دارم بسه، به همین حقوق کارمندی خودم اکتفا میکنم، یا به همین مبلغی که اینجا به من میده اکتفا میکنم، همینه دیگه، بیشتر از این که نمیشه. راضیم به رضای خدا. اون خدا هم دوست نداره تو بی پول باشی. اون خدا که تو رو خلق کرده گذاشته روی این زمین دوست داره تو از تمام این امکاناتی که روی کره زمین هست استفاده کنی، ازش لذت ببری. اصلا خدا راضی نیستش که تو بی پول باشی. پس اگه تو داری به مسیری میری که اکتفا میکنی به همین درآمدی که داری و فکر میکنی که همین بسته و دیگه به دردم نمیخوره و بیشتر داشته باشم که چکار کنم و اینا، تو داری گناه میکنی. پیرو هر دین و مسلک و مذهب و آیینی باشی، هیچ کجا خداوند نگفته که آقا شما نباید درآمد زیاد داشته باشی. اتفاقا برعکس گفته شما باید درآمد زیادی داشته باشی، به فقرا کمک کنی، به لذت ببری خودت از زندگی. اگه کسی توی جایی از زندگیش گیر کرده بتونی با پول کمکش کنی.
چه بسا آدم‌های زیادی که الان به خاطر مسائل مالی زندگیشون قفله، اصطلاحاً آچمزن، یعنی قفل، هیچ کاری نمیتونن بکنن. نگاه کنی توی دور و بر خودت، خیلی ها رو ببینی، خیلی ها هستن که به خاطر مبالغی که اصلا ناچیزه، یعنی مبالغ برای بعضی ها ناچیزه چون نسبیه دیگه. برای بعضی ها اون مبلغ، مثلا من میگم بالفرض مثلا 100 میلیون تومان، 100 میلیون تومان پول برای بعضی ها مثلا یه چیز عادیه، برای بعضی ها مثلا 100 میلیون تومان یعنی 3 سال کار. نسبیه دیگه، بر اساس اون پولی که در میاره این مبلغ رو کم و زیاد میبینه. یه آدمی که یه قد مثلا 160 سانتی متری داره، اگه توی جایی باشه که همه قدشون 130، این بلند قده. اگه یه جای باشه که مثلا همه قدشون 180، این کوتاه قد. نسبیه. پول در آوردن هم همینه، دارایی و درآمد هم همینه، نسبیه. و شما بر اساس اون درآمد خودت، بر اساس دارایی های خودت دیگران رو قضاوت میکنی. مثلا میگه این از من پولدارتره یا این از من فقیرتره. اما زمانی که به اندازه خودت پول داشته باشی که یک زندگی معمولی رو داشته باشی، زندگی معمولی یعنی اینه که حداقل یک ماشین خیلی خوب، حداقل یک خونه خیلی خوب، ماشین خیلی خوب و خونه خیلی خوب، یعنی اون چیزی که ازش لذت میبری ها. منظورم از خونه خیلی خوب یک خونه نمیدونم چند هزار متری نیست. بعضی وقتا شما توی یک برهه‌ای از زندگیت لذت میبری که توی یک خونه مثلا 50 متری آپارتمانی زندگی کنی و اون برای تو خوبه. یه زمانی هم نه، نیاز داری که یک خونه داشته باشی مثلا 3 تا استخر توش داشته باشی. نسبیه. پس اون زمانی که شما برسی به اون درآمد خوبی که بتونی حداقل اون چیزایی که میخوای رو داشته باشی، اونجا دیگه تو داری پول رو کنترل میکنی، پول تو رو کنترل نمیکنه. اما اون چیزی که اومدن به ما یاد دادن، گفتن آقا پول خیلی بده، پول اگه کسی پول داشته باشه کلا منشأ بدی ها پوله دیگه، یعنی هرچی شما بیشتر پول داشته باشی آدم بدی هستی و این آدمای پولدار همه نمیدونم از راههای غیر اصولی و غیر اخلاقی پول در آوردن. و چه اتفاقی میفته؟ شما میری تو خیابون مثلا یه دونه ماشین مدل بالا میبینی، حالا خودت هم درست کردی میگی آی فلان و من آدم قضاوت نمی کنم افراد و من کاری ندارم. بعد تا به محض اینی که چشمت به اون ماشین میفته میگی که ای بابا عجب معلوم نیستش که این شغلش چیه و از کجا در آورده. از کجا معلوم که کل پولی که این در آورده اصلا حلال باشه؟ این حتما رفته سر 4 نفر کلاه گذاشته، بعد تونسته اینجا پول در بیاره. این ماشینه رو به اون دلیل خریده. واقعا یه ذره فکر کنیم به نگرش های خودمون، به اینی که چطوری داریم فکر میکنیم و چه چیزی داره ما رو کنترل میکنه. ما داریم زندگیمون رو کنترل میکنیم یا پول داره زندگی ما رو کنترل میکنه؟ بله، یک سری مسائلی در کتاب‌های مذهبی گفته شده در مورد پول و اون مسائلی که گفته شده اینه که عشق به پول بده، نه خود پول. عشق به پول بده یعنی شما نه فقط پول، هر چیز فیزیکی. ما میگیم آقا شما وابسته باشی به هر چیز فیزیکی، اون بده. وابسته باشی به پول بده، اما پول داشته باشی که بد نیست، اتفاقا خیلی هم خوبه، خیلی هم خوب. اونجاست که شما زندگی تو داری خودت کنترل میکنی. پس بهتره که بیشتر بدونیم راجع به قوانین پول،
ماهیت پول و اینی که اصلا پول برای چی درست شده. پول خب یک واسطه است، یعنی هدف اصلی پول نیست در حقیقت. ما مثلا اینطوری بگم که ما اون خونه رو میخوایم، پولش رو نمیخوایم، که پول رو از این جهت میخوایم که برسیم به اون خونه، برسیم به اون ماشینه، برسیم به اون لذته، برسیم به اون رضایتمندیه. پس پول یک واسطه است. حالا مسائل دیگه هم داره که این مسائل دیگه باید یکی یکی در موردش صحبت بشه و اون افکار ما بیرون ریخته بشه، ببینیم که کجاهامون گیره، کجاها گیر داریم، اونا یکی یکی درست بشه. اگه این گیر و گورها که تو مغز ما درست کردن یکی یکی برطرف بشه، که عرض کردم بازم دیگه زمان میبره، بود تو یکی شاید 3 ماه زمان ببره، برای یکی شاید مثلا 10 سال زمان ببره، شاید یکی هم یک روزه قبول بکنه خیلی از مسائل و یه دفعه درهای هستی بروش باز شه. خیلی از افراد این کارو کردن و اگه اون مسائل حل شه و اون ترمزهای ذهنی برداشته بشه، خیلی راحت ما تو زندگیمون میتونیم پول رو در کنترل خودمون بیاریم و ازش استفاده کنیم. بدرود.